ارتباط مستقیم. با سلام دوباره به بینندگان عزیزمون، مینو رجازی هستم با برنامه You Are What You Eat از مجموعه برنامه شما و کارشناسان. این برنامه رو شما دوستان عزیز روزهای یکشنبه 8 تا 8:30 شب و بازپخش اون رو سه شنبه ها 12 تا 12 ظهر میتونید ببینید. خب سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. فکر میکنم که برنامه این هفتمون در مورد تغذیه برای سلامت استخوان ها بود. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان محترمتون. مینو شیرازی هستم، متخصص تغذیه و این جلسه میخوایم که از سلسله برنامه‌های You Are What You Eat در مورد تغذیه و رژیم غذایی که کمک میکنه که سلامت استخوان‌های ما حفظ بشه صحبت بکنیم. خب قبل از اینکه این بحث رو باز بکنیم که این بحث واقعا صحبت زیادی در موردش مفصلی میشه در موردش کرد، اصلا بریم منظور از سلامت استخوان ببینیم چی هستش. میتونید یک تعریف تقریبا مختصری رو برای بیننده عزیزمون داشته باشید؟ خواهش میکنم. سلامت استخوان در واقع این هست که ما بتونیم با تغذیه در دوران کودکی رشد مناسب استخوان رو تامین بکنیم. بله. در دوران بزرگسالی و سالمندی مینتیننس استخوان رو تامین بکنیم و جلوگیری بکنیم از پوکی استخوان و همینطور اگر در زمانی شکستگی استخوان اتفاق افتاد مثل فصول زمستون که خب خیلی‌ها توی یخ و برف سر می‌خورن و شکستگی استخوان‌ها بیشتر هستش، ترمیم استخوان رو هم بتونیم به نحو احسن داشته باشیم. پس شما این بحث رو انتخاب کردید به خاطر فصل سرما و یخبندان که همه نگران زمین خوردگی و مسائل و مشکلات سلامت استخوانشون هستن. و خانم دکتر با توجه به اینه که می‌بینید سرمایه زیاد باعث به وجود اومدن واقعا دردهای زیادی در مفصل‌ها، در استخوان‌ها میشه. آیا تغذیه و رژیم غذایی برای سلامت استخوان‌ها مؤثر هستش؟ قطعاً مؤثر هستش. در واقع مطالعات نشون میده که سلامت استخوان‌های ما با تغذیه ما ارتباط تنگاتنگی داره. از یک طرف درشت مغذی‌هایی که ما دریافت می‌کنیم به خصوص پروتئین در سلامت استخوان نقش بازی می‌کنه که پروتئین چی باشه، چه مقدار باشه و از چه نوعی باشه، و از طرف دیگه ریز مغذی‌ها یعنی انواع ویتامین‌ها و املاحی که ما دریافت می‌کنیم. قبلا فکر می‌کردن که در مورد املاح برای سلامتی استخوان فقط کلسیم هست که اهمیت داره. ولی الان می‌دونیم که غیر از کلسیم خیلی از املاح دیگه و همینطور ویتامین‌ها در سلامتی استخوان نقش دارن. املاح دیگه که فرمودید مثل کلسیم، منیزیم هست، استرانسیوم هست، بور هست، منگنز هست، روی هست، تمام مس هست، تمام اینها در سلامت استخوان نقش دارن. فقط کلسیم نیست. کلسیم یکیشه ولی در کنارش املاح دیگه هم نقش دارن. بسیار زیاد است. در صورتی که ما همیشه سلامتی استخوان و یا حتی پوکی استخوان رو در ارتباط با کلسیم میدونیم که حالا شما بعداً توضیح خواهید. پروتئین چه نقشی در سلامت استخوان ها داره؟ پروتئین در واقع مثل تار و پود فرش میمونه. اگه استخوان رو یک فرش در نظر بگیریم که تار و پود اون در واقع پروتئینش هست و خود الیاف فرش در واقع اون کلسیومی هست که در تار و پود استخوان یا همون کلاژن یا پروتئین میشینه. بنابراین در واقع پروتئین ساختار اصلی استخوان رو تشکیل میده و بعد روی اون هست که کلسیم میاد مینشینه و استخوان شکل میگیره. پس برای رشد استخوان احتیاج هست در بچه‌ها که مقدار کافی پروتئین دریافت بکنن. برای حفظ استخوان در بزرگسالان و سالمندان احتیاج هست که پروتئین کافی دریافت بکنن. در زمان شکستگی ها وقتی استخوان میشکنه و از هم جدا میشه، احتیاج هست که اول پروتئین کافی باشه که بیاد این تار و پود رو که از هم جدا شده دوباره به هم وصل بکنه و بعد کلسیم بیاد اونجا بنشینه و در واقع اونجا رو پر بکنه. و در واقع پروتئین کمک میکنه به خاصیت انعطاف پذیری استخوان و باعث میشه که انعطاف پذیر باشه و نیروها و فشارهای وارده رو بهتر تحمل بکنه. چقدر جالبه. در مورد املاح مثل اینکه کلسیم نقش مؤثری رو داشت برای سلامت استخوان، میشه توضیح بدید؟ خواهش میکنم. املاح زیاد و متفاوتی هستند که در سلامت کلسیم نقش دارن. از همه شناخته تر شدهشون در واقع کلسیم هستش. کلسیم همونطور که خدمتون گفتم مانند الیاف فرشه، یعنی اون تار و پود استخوان که در واقع پروتئین هست وقتی که تشکیل شد بعدش املاح کلسیم میان اونجا مینشینن و این ساختار استخوان رو شکل میدن.
بنابراین کلسیم تأمین کننده استحکام استخوانه و برای اینکه این استخوان محکم باشه و بتونه بدن ما رو حفظ بکنه احتیاج هست که کلسیم در واقع در استخوان جایگزین بشه و استحکام استخوان رو این سبب میشه در واقع. حالا چه مقدار به چه میزان در واقع مقدار کلسیم روزانه مورد نیاز ما هست؟ کلسیم برای افراد بالغ حدود 1000 میلی گرم یا 1 گرم در روز در واقع توصیه میشه که الان میدونیم برای خانم‌های باردار و شیرده هم تقریبا همین میزان هست. برای سالمندان یک مقدار نیازشون بیشتر هست که حدود 1200 میلی گرم کلسیم هست و برای نوجوانان در واقع تینیجرها چون توی پیک رشدشون هستن حدود 1300 میلی گرمه. البته این مال افرادی هست که شرایط عادی دارن. اگر فرد مشکل خاصی داشته باشه، فرض کنید که استوپنیا داشته باشه یا استوپروسیس داشته باشه یا مسائل استخوانی خاص داشته باشه، این نیاز ممکنه که تغییر بکنه. بعد خواهیم دکتر در مورد یائسگی چی؟ چون در مورد یائسگی هم مقدار کلسیم متفاوت هست، بیشتر هستش. بیشتر در مورد یائسگی 1200 میلی گرمه به شرط اینکه مشکل دیگه‌ای نداشته باشن. اما اگر مسائل استخوانی وجود داشته باشه یا فرض کنید که در دوران یائسگی داروهایی چون به هر صورت با افزایش سن یه سری از مشکلاتی پیش میاد که به خاطر اون داروهایی مصرف میکنن، اگر که در زمان یائسگی شخص داروهای خاصی مصرف میکنه که روی متابولیسم استخوان اثر میذارن، در این شرایط ممکنه که نیاز شخص به کلسیم تغییر بکنه یا بیشتر از این میزان بشه. در واقع یک فرد یائسه اگر مشکل خاصی نداشته باشه 1200 میلی گرم در روز، اما اگر بیماری خاصی، داروی خاصی یا شرایط خاصی داشته باشه کلسیمش رو باید اون وقت براش محاسبه بکنیم. کلسیم رو از چه منابع غذایی میشه تامین کرد؟ یعنی 1200 میلی گرم رو واقعا با منابع غذایی میشه تامین کرد و یا حتما باید قرصای کلسیم مصرف بشه؟ اگر رژیم غذایی درست تنظیم بشه قطعاً این میزان رو میتونیم دریافت بکنیم. مهمترین منابع در واقع کلسیم که از قدیم هم شناخته شده بوده لبنیات هست که ما وقتی میگیم لبنیات البته منظورمون کره و خامه نیست، منظورمون شیر هست، ماست هست، پنیر هست، کفیر هست و کشک. و در مورد لبنیات هم الان مطالعات نشون داده که بهترین نوع لبنیات برای جذب کلسیم لبنیات کم چربی هستند، نه لبنیات پرچربی و نه لبنیات بیچربی. ولی در کنار اون منابع دیگه هم هستن که ما از طریق اونها میتونیم که کلسیم کافی رو به بدنمون برسونیم که هم برای افرادی که لبنیات میخورن و هم برای افرادی که اصلا لبنیات استفاده نمیکنن خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. در مورد مغزها و دانه ها، توی مغزها به طور عمده بادام و توی دانه ها به طور عمده کنجد منابع خوب کلسیم هستن. توی میوه ها به طور عمده توی پرتقال و انجیر کلسیم وجود داره. توی سبزیجات برگ سبز تیره منابع خیلی خوب کلسیم هستن، مثل اسفناج، مثل براکلی، کلا خانواده کلم که جداگانه خدمتتون میگم، ولی سبزیجات برگ سبز تیره مثل اسفناج، مثل بوکچوی، مثل راپینی، مثل آروگولا، تمام سبزیجات برگ سبز تیره، برگ چغندر، کیل، اینا همشون کلسیم برای بدن ما تامین میکنن. توی ماهی ها سمن و ماهی هایی که ریز هستند و با استخوان خورده میشن، چون میدونید استخوان از کلسیم ساخته شده دیگه. ماهی هایی که خیلی ریز هستن و با استخوان خورده میشن اونها هم تامین کننده های خوب کلسیم هستن. بله. و همطور خدمتتون بگم که انواع لوبیاها منابع خوب کلسیمن. خانواده کلم سرشار از کلسیم، علل خصوص براکلی. بله. و توی دانه ها همطور که خدمتتون گفتم کنجد و به تبع روغنی که از کنجد گرفته میشه و همینطور ارده یا تاهینی که از کنجد گرفته میشه، چون تاهینی رو الان اینجا برای هموس و اینا استفاده میکنن، اونم توش کلسیم داره. و در واقع ما غیر از لبنیات از بقیه مواد مغذی هم میتونیم کلسیم دریافت کنیم و همینطور برای افرادی که ویژیتریان هستن یا به هر دلیلی لبنیات مصرف نمی‌کنن ما میایم با اینها در واقع براشون تنظیم می‌کنیم که بتونن کلسیم کافی روزانه‌شون رو دریافت بکنن. چقدر جالب. خانم دکتر، امکان این هستش که بعضی از مواد غذایی درست برعکس عمل بکنه و باعث کاهش کلسیم بشه؟ بله، واقعا این هست و اتفاقا شاید یکی از مهمترین مسائلی که ما باش مواجهیم این هست که افراد خیلی وقتا کلسیم کافی دریافت میکنن ولی که در کنار اون مواد غذایی رو استفاده میکنن که اینها نقش معکوس ایفا میکنن. منفی داره. یعنی فرض کنید که نوشابه ها
به خصوص نوشابه تیره، نوشابه‌های کلا، اینا در واقع باعث میشن که مانع جذب کلسیم بشن و یا اینکه اصلا کلسیم از بدن دفع بشه. هر دوش وجود داره. بله. در مورد نوشابه‌های در واقع کلاها میدونین که این رنگ تیره‌ای که در اینا ایجاد میشه، رنگ سیاه، بله. از اسید فسفوریک هستش. اسید فسفوریک دقیقاً برعکس کلسیم عمل میکنه و باعث میشه که کلسیم از استخوان‌های ما برداشته بشه و از طریق ادرار دفع بشه بره. بر همینه که احتمالاً شنیدین میگن نوشابه پوکی استخوان میاره. بله. کافئین هم همین کارو میکنه و یکی هم مواد نگهدارنده‌ای که در غذاهای آماده مثل کنسرو ها و تمام غذاهای آماده وجود داره، مواد نگهدارنده هم اینها هم باعث میشن که کلسیم از استخوان‌های ما برداشته بشه و از طریق ادرار دفع بشه بره. در واقع اینا جزء عمده موادی هستن که برعکس عمل میکنن و کلسیم از استخوان‌های ما برمی‌دارن و متاسفانه منجر به استوپروز یا استوپنی میشن. حتی من شنیدم الکل و چه چیزای دیگه‌ای هستش خانم دکتر؟ خواهش میکنم. در واقع کمبود کلسیم و اینکه برعکس عمل میکنن. دقیقاً برعکسشون در واقع باز الکل همونطور که گفتین هستش که در واقع الکل هم جذب کلسیم رو دچار اختلال میکنه و هم باعث میشه که کلسیم از استخوان‌ها برداشته بشه. بله. سیگار متاسفانه این کار رو میکنه. نمک خیلی جالب هستش که در واقع سدیم که حالا هم توی نمک هست هم توی مواد نگهدارنده باز وجود داره به شکل بنزوات سدیم. نمک زیادی که ما میخوریم اضافه سدیم وقتی که میاد از ادرار دفع بشه کلسیم رو هم از استخوان‌ها میگیره و با خودش میبره. پس ما به هر شکلی اگر سدیم اضافی حالا به شکل نمک یا به شکل مواد نگهدارنده توی کنسرو ها و غذاهای آماده دریافت بکنیم، اینم کلسیم استخوان‌های ما رو از استخوان بر میداره و از طریق ادرار دفع میکنه و خارج میکنه. غیر از اون هم مواد غذایی هستن که پی اچ خون ما رو اسیدی میکنن. پی اچ خون ما باید همیشه در یک محدوده خاصی حفظ بشه. اگر که ما مواد غذایی بخوریم که پی اچ خون ما رو اسیدی بکنن، برای جبران این پی اچ اسیدی کلسیم از استخوان برداشته میشه که پی اچ خون رو در واقع تنظیم بکنه و بعدم باز از طریق ادرار دفع میشه میره که به طور عمده پروتئین‌های حیوانی هستن. افرادی که گوشت بیش از اندازه میخورن به خاطر اینکه پروتئین حیوانی مقدار زیادش پی اچ خون رو اسیدی میکنه و افرادی که شکر زیاد میخورن، هر دوی اینها به خاطر اینکه پی اچ خون ما رو اسیدی میکنن باعث میشن که در نهایت جذب کلسیم خوب نباشه و دقیقاً کمبود کلسیم پیش بیاد. در مورد داروها هم باز یه تعدادی از داروها هستن که این مشکل رو ایجاد میکنن. مثل داروهای روزمره هستش، داروهای مجاز خرید هست که بدون نسخه هست و یا داروهایی که برای بیماریهای خاصی تجویز میشه. هر دو مدلش هست. به طور عمده آسپرین و خانواده آسپرین و داروهایی که بهشون در واقع معمولا کورتون میگیم، در واقع کورتیکوستروئیدها، اینها همشون در واقع باعث میشن که کلسیم از استخوان‌ها برداشته بشه. ما الان نمیخوایم اینجا بگیم کسی داروش رو خودسرانه قطع بکنه. اگر که احتیاج به مصرف دارو باشه و پزشک دارو رو تجویز کرده، ما نمیخوایم که شخص داروش رو قطع بکنه، ولی حواسش باشه که کلسیم رو به چه شکل دریافت کنه، به چه میزان دریافت کنه که جبران بکنه. دقیقاً. حتی من شنیدم خانم دکتر استرس هم باعث کاهش کلسیم در بدن میشه؟ درست شنیدین، کاملا همینطوره. بله. علتش چیه؟ استرس باعث میشه که هورمون کورتیزول در بدن ما ترشح بشه. ترشح هورمون کورتیزول خیلی شبیه هست از نظر ساختار به همون کورتیکواستروئیدها یا همون کورتون هایی که ممکنه به خاطر درمان استفاده بکنیم. باعث میشه که در واقع کلسیم از استخوان‌های ما برداشته بشه، وارد جریان خون بشه و از طریق ادرار دفع بشه. بنابراین استرس هم روی پوکی استخوان کمک میکنه. پوکی استخوان بشه. بله دقیقاً. بعد خانم دکتر بجز کلسیم من میدونم مثلا ویتامین دی هم کمک میکنه برای سلامت استخوان‌ها. بجز کلسیم چه منابع دیگه‌ای هستش که کمک میکنه؟ بله، توی ویتامین ها 3 تا از ویتامین ها هستن که به طور عمده نقششون در سلامت استخوان شناخته شده است. یکی همونطور که شما فرمودین ویتامین دی هستش. ویتامین دی احتیاج هست که در واقع کلسیم بتونه در استخوان‌های ما بشینه. در واقع سلول‌های استخوان‌ساز ما با کمک ویتامین دی فعالیت میکنن و بافت استخوانی ما رو میسازن. به طور عمده منابع ویتامین د در رژیم غذایی ما یکی زرده تخم مرغ هست
که توی تخم مرغ ها باز تخم مرغ هایی که در یه فضای آزاد میتونن در واقع حرکت بکنن و بهشون فری رنج یا فری ران میگن. مرغی که مثل زمان قدیم تو ایران که مرغا توی باغچه ها پخش بودن و میچرخیدن و دانه میخوردن، چون این مرغا آفتاب بیشتری دریافت میکنن. مرغای محلی، مرغی که آزاد باشه و توی فضای باز بچرخه و غذا بخوره، نه اینکه در یک اتاق تاریکی مثلا حبس باشه. اینا چون زرده تخم مرغشون منبع خوب ویتامین دی میشه، چون اینا آفتاب میگیرن. حتی پوسته تخم مرغ هم فکر کنم از کلسیم ساخته شده. دقیقاً. و اصلا پوسته تخم مرغ رو در خیلی از صنایع غذایی که خود تخم مرغ رو استفاده میکنن، مثلا کیک میخوان بپزن به مقدار زیاد، پوسته‌شو پودر میکنن و برای تغذیه دام‌ها و اینا استفاده میکنن که اینا کلسیم دریافت بکنن. خلاصه که مرغایی که فری رنجن یا فری ران هستن، اینا آفتاب خوبی دریافت میکنن. زرده تخم مرغشون ویتامین د داره. دیگه ماهی ها هستن، به خصوص ماهی های چرب، چون میدونین ویتامین د جزو ویتامین های محلول در چربیه. بنابراین در منابع چربی وجود داره دیگه، یکی در زرده تخم مرغ و یکی در ماهی های چرب ویتامین د وجود داره. غیر از اونم آفتابه که در واقع تابش آفتاب به پوست ما باعث میشه که پیشساز ویتامین د در بدن ما به ویتامین د تبدیل بشه. و برای این کار بستگی به شرایط جوی و درجه حرارت اون فصل و اینکه تابش خورشید در اون فصل به چه شکل هست و اینکه ما چقدر پوشش داریم و اینکه پوستمون چه رنگی هست و اینکه ضد آفتاب استفاده می‌کنیم یا نمی‌کنیم، باید یه چیزی حدود بین 10 دقیقه تا نیم ساعت در معرض آفتاب باشیم در 24 ساعت در روز دقیقاً تا بتونیم ویتامین د کافی رو دریافت بکنیم. همیشه کلسیم باید همراه با ویتامین د باشه، یعنی مواقعی که قرصای کلسیم در واقع تجویز میشه، یا اینه که چون فکر میکنم که اینا فعل و انفعالاتش و یا اینکه تاثیراتش با کمک همدیگه بهتر هست. دقیقاً. ببینید برای نشستن کلسیم در استخوان لازم هست که ویتامین د وجود داشته باشه. حالا ممکنه که ما اینها رو به شکل یک مکمل با هم بخوریم، یعنی اگر میخوایم ساپلیمنت مصرف کنیم قرص یا کپسول کلسیم د مصرف کنیم، یا اینکه نه کلسیم رو به شکل ساپلیمنت جدا مصرف کنیم، ساپلیمنت ویتامین د هم جدا مصرف کنیم، یا اینکه توی غذا با هم مصرف کنیم. به هر صورت باید در 24 ساعت ما هر دوی اینا رو دریافت بکنیم، حالا در یک پکیج یا در 2 تا پکیج جداگانه، ولی در طی شبانه روز باید هر دوش دریافت بشه که در واقع کمک بکنه به تراکم استخوان و استحکام استخوان. غیر از اون اگر دقت کرده باشین الان ساپلیمنت ها به شکل کلسیم، منیزیم، ویتامین د هستش. چون الان متوجه شدن که منیزیم هم به اندازه کلسیم دقیقاً در تراکم استخوان نقش داره. قبلا این انقدر نقشش واضح نبود و الان برای افرادی که پوکی استخوان دارن توصیه میشه که حتما منیزیم کافی دریافت بکنن. حالا از طریق رژیم غذایی که خب حتما ارجح هست و منیزیم هم توی رژیم غذایی. در چه مواد غذایی هست منیزیم؟ بله، منیزیم توی مواد غذایی خواهش میکنم بیشتر از همه در سبزیجات برگ سبز تیره هست که الان با صحبتشون رو کردیم و خیلی جالبه که اینا هم منبع کلسیم هم منبع منیزیم هستن. در ویتامین د ندارن. نه ویتامین د ندارن، توی چربی هست. بله. و همینطور در غلات هست، در غلات کامل البته، در حبوبات هست، در مغزها هست و در دانه ها، یعنی در آجیل ها و در دانه ها وجود داره. و بهترین حالت این هستش که ما بتونیم میزان مساوی از کلسیم و از منیزیم دریافت کنیم. حالا دیگه حداقلش این هست که حداقل نصف میزان کلسیمی که دریافت می‌کنیم منیزیم دریافت بکنیم. بسیار عالی. پس یعنی اگر این منابع غذایی رو که شما اشاره کردید که در واقع پروتئین باید داشته باشه، ویتامین ها رو باید داشته باشه، کلسیم رو باید داشته باشه، املاح رو باید داشته باشه، ما رعایت بکنیم، باعث این میشه که ما دچار کمبود کلسیم یا پوکی استخوان نشیم. دو تا ویتامین دیگه هم هست اینجا که نقش دارن. اون 2 تا ویتامین هم یکی ویتامین C یا ویتامین C هستش که در واقع اون موقعی که من خدمتتون گفتم تار و پود در واقع استخوان از کلاژن ساخته میشه، برای ساخته شدن کلاژن ویتامین C لازمه. اگه ویتامین C نباشه اصلا کلاژن ساخته نمیشه که حالا روش کلسیم بیاد قرار بگیره. مضاف بر این که برای جذب خوب کلسیم هم ویتامین C لازمه. پس ویتامین C هم برای تار و پود استخوان لازمه، هم برای جذب کلسیم لازمه. یه ویتامین دیگه هم ویتامین K هستش
اگر از هر کس بپرسین همه بیشتر نقش ویتامین K رو در انعقاد خون میدونن، بله. ولی الان متوجه شدن که نقش خیلی مهمی در سلامت استخوان داره. در واقع به این شکل هست که الان مطالعات جدید نشون میده که کلسیم میتونه همراه با چربی در جدار عروق جمع بشه و اون پلاک های آترواسکلروزی که باعث تنگی عروق و سکته قلبی میشه رو ایجاد بکنه. زمانی که ما ویتامین K دریافت میکنیم به اندازه کافی، این کلسیم به جای اینکه در جدار عروق بشینه خارج میشه و میره در استخوان‌ها میشینه. یعنی دریافت ویتامین K کافی هم جلوگیری میکنه از آترواسکلروز عروق چون نمیذاره کلسیم بره داخل رگ و رسوب کنه، هم کمک میکنه به استحکام استخوان چون کلسیم رو میبره توی استخوان‌ها. البته دریافت ویتامین K هم مقدارش خیلی مهمه، به خصوص در مورد دوستایی که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنن. کسی نباید خودسرانه دریافت ویتامین K رو خیلی زیاد یا خیلی کمتر بکنه، برای اینکه این خیلی میتونه خطرناک باشه روی سیستم انعقادی بدن. اینه که به این شکل نباشه که افراد خودسرانه شروع کنن مقدار خیلی زیاد یا خیلی کمی ویتامین K از امروز مصرف کنن چون چه منابع غذایی هست ویتامین K؟ جالبه که ویتامین K هم یکی از منابع خیلی خوبش سبزیجات برگسبز تیره است. حتی فکر کنم کاهو هم. بله تمام سبزیجات برگسبز تیره به خصوص برگ‌های تیره تر کاهو ویتامین K هم دارن. برای همین ما اگه سبزیجات برگسبز تیره بخوریم خیلی فواید زیادی داره، ولی سه تاش کلسیم داره، منیزیم داره، ویتامین K هم داره، خیلی به سلامت استخوان کمک میکنه. تازه بعضیش ویتامین C هم داره مثل براکلی. اینه که از سبزیجات برگسبز تیره غافل نشین، خیلی کمک حتما میکنه. استفاده بکنید دوستان عزیز برای سلامتی استخواناتون. کلام آخر خانم دکتر در جنبندی که برای در واقع سلامت استخوان‌ها بحث این هفتمون بود و در ضمن هم چجوری متوجه بشیم که ما اصلا پوکی استخوان یا کمبود کلسیم داریم؟ خواهش میکنم. در مورد پوکی استخوان که خب به طور عمده باید که در واقع سنجش تراکم استخوان انجام بشه، چون در واقع کلسیم خون معیار خوبی نیستش، چون کلسیم خون برای عملکرد سلولهای قلب خیلی خیلی ضروری هست. همیشه بدن از استخوان کلسیم رو برمی‌داره که کلسیم خون رو در یک مقدار خاصی حفظ بکنه، نه کمتر نه بیشتر، چون برای عملکرد سلولهای قلب ضروریه. بنابراین کلسیم خون خیلی نمیتونه به ما کمک بکنه. یعنی معیاری نیستش که ما بگیم که دچار پوکی استخوان شدیم. بله. باید که در واقع سنجش تراکم استخوان انجام بشه. آزمایش خون هستش؟ سنجش تراکم استخوان نه، یه جور عکس برداری از استخوان ها هستش. بله. که در واقع ببینن که مقدار کلسیم توی استخوان ها به چه شکل هست. البته روش های دیگه هم هست مثل کلسیم ادرار 24 ساعته و اینا، ولی اینا یه مقدار سخته برای مراجعه کننده ها. بیشتر از همه همون سنجش تراکم استخوان یا بون مینرال دانسیتومتری در واقع توصیه میشه. بله، یه جنبندی کوتاه به آخر برنامه رسیدیم. خانم دکتر بحث جالبی بود. دوست دارم که یه جنبندی کوچیک رو خودتون داشته باشین. خواهش میکنم. بازم من کلام آخر میتونم بگم you are what you eat، چون در واقع دیدیم سلامت استخوان ما، اینکه استخوان در کودکی خوب رشد کنه، در بزرگسالی و سالمندی دچار پوکی استخوان نشیم و اگر شکستگی داشتیم سریع ترمیم بشه. به این بستگی داره که ما چی بخوریم و فقط این نیست که بگیم یه دونه مکمل کلسیم خوردیم و سلامت استخوان‌های ما تامین شد. همه اون چیزهایی که میخوریم روی اینکه کلسیم در استخوان ما قرار بگیره یا اینکه قرار نگیره و دفع بشه نقش داره. در واقع اون شمای کلی تغذیه ما و نحوه کلی غذا خوردن و دایت ما هست که تنظیم کننده سلامت ما هست. سلامت باشید، خدا نگهدار. خیلی متشکرم دوستان عزیز. حتما به کلینیک سلامتی تغذیه و کاهش وزن آنترک که در 7191 یانگ استریت هستش، ساختمان وردانیان، واحد 1113 میتونید مراجعه بکنید، میتونید وقت ملاقات بگیرید برای مشاوره به صورت رایگان هستش. خانم دکتر جوابگوی پاسخهای شما خواهند بود. در ضمن هم با توجه به سابقه و تجربه 17 ساله ایشون در رژیم غذایی مخصوص خودتون رو با شرایط تغذیه‌ای که دارید و شرایط سلامتی موجود و وزنی که دارید برای شما تجویز خواهند کرد. خیلی متشکرم از شما که بیننده برنامه ما هستید. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتون. ارتباط
مستقیم. ارتباط مستقیم. سلام بیننده‌های عزیز تلویزیون ITC، مینو رجازی هستم با برنامه You Are What You Eat از مجموعه برنامه شما و کارشناسان همراه با خانم دکتر مینو شیرازی متخصص تغذیه. سلام عرض می‌کنیم خانم دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور بیننده‌های عزیزم. خب خانم دکتر، برای این هفته موضوع برنامه ما چی هستش؟ این هفته می‌خوایم صحبت بکنیم در مورد اینکه چجوری مواد غذایی رو به روش سالم‌تری طبخ بکنیم و بپزیم. در واقع چجوری مواد غذاییمون رو بپزیم که مواد مغذیشون بیشتر حفظ بشه و کمتر به مواد مضر تبدیل بشن. خیلی ممنون. یعنی اینی که بتونیم واقعاً بهترین منابع غذایی که ویتامین‌ها هستن، پروتئین‌ها هستن، در اثر طبخ مواد غذایی بتونیم بهترین کیفیت رو حفظ بکنیم برای مواد غذایی. بله. خب حالا اصلا ما باید پختن چه لزومی داره؟ خیلی‌ها الان این روزا میشنویم که خامخوار هستن. نظرتون چی از خانم دکتر؟ خواهش میکنم. قطعا ما نباید همه مواد غذایی رو به شکل پخته دریافت بکنیم. بله. مواد غذایی خام خیلی ویژگی‌های مفیدی دارن، از جمله اینکه خب منابع خوب ویتامین C هستن. میدونین ویتامین C خیلی به حرارت حساسه و در اثر پختن از بین میره. اینه که قطعاً احتیاج هست که ما مواد مغذی پخته نشده و خام، مواد غذایی پخته نشده و خام در رژیم غذاییمون داشته باشیم. این که در شکی نیست. بله. اما در عین حال هم بعضی مواقع احتیاج هست که مواد غذایی رو به صورت پخته شده مصرف کنیم. اول اینکه در کشورها و در فصول سرد مثل حالا کانادا و در فصل زمستان توصیه میشه که حتما یک مقدار از مواد غذاییمون رو به شکل پخته دریافت بکنیم. بله. دوم اینکه پختن باعث میشه که میکروب‌های داخل مواد غذایی کشته بشه. فرض کنید که گوشت میکروب‌های داخلش هست که در واقع اینها با حرارت دیدن از بین میرن. و سوم اینکه در بعضی از موارد پختن هضم و جذب اون ماده غذایی رو راحت‌تر و بهتر دقیقاً میکنه. به عنوان مثال ما در هویج یک آنتی اکسیدانی داریم به نام بتا کاروتین. بله. که این در حالت پخته شده جذبش خیلی بهتر هست تا در حالت خام. یا در گوجه فرنگی بازی آنتی اکسیدان خیلی مهم دیگه داریم به نام لایکوپن که لایکوپن هم وقتی که پخته میشه هضم و جذبش خیلی بهتره تا زمانی که به شکل خام هست. پس هضم و جذب یا در واقع زیست دسترسی یا بایو اویلیبیلیتی بعضی از مواد غذایی در اثر پختن افزایش پیدا میکنه. بنابراین یه مقدار از مواد غذاییمون رو میتونیم به شکل پخته استفاده بکنیم. پس میشه هم بعضی مواد غذایی رو که همونطور که اشاره کردی ویتامین C دارن، بهتر هستش که پخت و حرارتی در واقع به مواد غذایی نرسه، ولی خیلی از مواد غذایی لازم ملزوماً بهتر این هستش که ما بپزیم اینا رو که از یه سری میکروب ها و در واقع ویتامین های بالاتری بتونیم استفاده بکنیم. بله. خب روش پخت مواد غذایی چه اهمیتی داره؟ یعنی اینه که مهم هستش حرارت به چه مقدار باشه؟ دقیقاً مهم هست. بعضی از روش های پخت میزان مواد مغذی رو کم میکنن. برعکس بعضی از روش‌های پخت حتی ممکنه که میزان مواد مغذی و در واقع جذب اون ماده غذایی رو بیشتر کنن، مثل هویج پخته یا گوجه فرنگی پخته. بعضی از روش‌های پخت متاسفانه مواد غذایی سالم رو به مواد غذایی مضر و بعضا سرطانزا، حتی سمی، بله سمی در واقع جنرال تر، دقیقاً همون به مواد غذایی سمی که حالا میتونه سرطانزا باشه یا میتونه مضر باشه از نظر سلامت قلب و عروق تبدیل میکنن. و حتی بعضی از روش‌های پخت باعث میشن که میزانی از کالری که ما از اون ماده غذایی دریافت میکنیم تغییر بکنه و بعضا بیشتر بشه.
بله، پس بنابراین هر ماده غذایی روش پخت خودش رو داره. دقیقاً. خیلی سخت بله. شد اینجوری. بله. و شما باید ساعت‌های بیشتری رو در واقع برنامه بذارید که توضیح بدید که هر مواد غذایی چه مقدار باید طبخ بشه، به چه نوعی. پس بهترین روش پخت چی میتونه باشه خانم دکتر؟ بهترین روش پخت رو در واقع بخار پس کردن میدونم. چرا؟ برای اینکه وقتی ما یک ماده غذایی رو به شکل بخار پس در واقع طبخ میکنیم، آبی روی خود اون ماده غذایی نمیریزیم که اون